صد دفعه به تو نگفتم مرا آرام بیدار کن. من پیامبرم، خدایی نکرده سیم کشیم قاطی می شود، پیام های خدا جابجا می شود. پیام فدای چپم برای اسرائیل میفرستم. باشد ببخش. حال چه شده؟ پدر دیشب از اتاق شما صدایی می آمد. چه صدایی پسرم؟ گویا یکی از مادرانم بود، داشت میگفت یعقوب یعقوب تو. آها نه چیز است، خواب دیده ای پسرم. نه من یقین دارم. تو غلط یعنی چیز یه لحظه پسرم وایسا. از پیامبر به پیام رسان. پیام رسان به گوشم. آقا یه مورد اورژانسی پیش اومده متاسفانه. چیکار شده؟ یوسف چیزیو شنیده که نباید میشنیده. درست توضیح بده یعقوب. همون قضیه یعقوب شنیده. بابا تو نمیتونستی تحمل کنی، یه خورده آرومتر خود انجام میدادی. دیگه ببخشید که خونه هامون همه کاهگله. خیلی خوب، حالا یه کار کن. چیکار؟ بابا یوسف جان یه لحظه خفه شو بی زحمت. چیکار کنم؟ فردا با برادرش بفرستش چرا. حل مشتی هستی نوکرتم. به تو میرسه، چاکریم. بیب خب پسرم فردا باید بری چرا. چرا؟ تو بری چرا برگردی من بهت میگم صدای چی بوده. باشه پدر من رفتم. عجب گوشه تیزی داره، این به کدوم ننش رفته؟